اگه اسم این موضوع قتل عام نیست پس چیه؟ آقا ما امروز با بچه‌های دفتر تو منطقه چمستان برای پرزنت یه ویلا اومده بودیم که با این صحنه دلخراش روبرو شدیم. تا حالا تو عمرم ندیده بودم این همه درخت رو یک جا قطع کنن. دارن جنگل چمستان رو قطع عام میکنن. امروز 6/8/404. آقا زنده کشی تاوان داره. به چه قیمتی آخه؟ خواهش میکنم ازتون انقدر این ویدیو رو دست به دست بکنید تا برسه به دست اون مسئول مرتبطش. به خدا قسم وایرال شدن این موضوع هیچ منفعت شخصی برای ما نداره. اگه اسم این موضوع قتل عام نیست پس چیه؟ آقا ما امروز با بچه‌های دفتر تو منطقه چمستان برای پرزنت یه ویلا اومده بودیم که با این صحنه دلخراش روبرو شدیم. تا حالا تو عمرم ندیده بودم این همه درخت رو یک جا قطع کنن. دارن جنگل چمستان رو قطع عام میکنن. امروز 6/8/404. آقا زنده کشی تاوان داره. به چه قیمتی آخه؟ خواهش میکنم ازتون انقدر این ویدیو رو دست به دست بکنید تا برسه به دست اون مسئول مرتبطش. به خدا قسم وایرال شدن این موضوع هیچ منفعت شخصی برای ما نداره.